بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم سوالات ریاضی آزمون ورودی سمپاد 405 رو با هم تحلیل کنیم. قبل شروع ویدیو بهتون بگم که چنل خودتون رو سابسکرایب کنین، اگه خوشتون هم اومد لایکش کنین تا از آموزش های رایگانمون و تحلیلامون جا نمونید. بریم سراغ سوال. سوال 1. از مجموعه اعداد A عضو n به شرطی که I منهای 3 به توان 2 کوچکتر از 100 باشه، به صورت تصادفی عددی رو انتخاب میکنیم. چقدر احتمال داره عدد انتخابی عضوی از مجموعه جواب نامعادله x منهای 3 کوچکتر مساوی 1 منهای 2x بر 3 باشه؟ خب برای حلش اول میریم سراغ مجموعه اعداد. گفته A عضو m باشه، یعنی این که A 1 2 3 یا بره تا بی نهایت. خب نوشته که I منهای 3 ببخشید I منهای 3 به توان 2 کوچکتر از 100 باشه. خب برای حلش اول طرفین رو میبریم زیر رادیکال، بعد از I منهای 3 به توان 2 توانش میره، میمونه I منهای 3 کوچکتر از 100 هم بره زیر رادیکال، میمونه 10. یعنی I منهای 3 میشه 10. خود آت هم میشه میشه کوچکتر از 13. یعنی این مجموعه I منهای 3 به توان 2 کوچکتر از 100 کلا میشه 1 تا 12. خب حالا بریم سراغ x منهای 3 کوچکتر مساوی 1 منهای 2x بر 3. برای حلش اول طرفین وسطی میکنیم، می نویسیم 3x منهای 9 کوچکتر مساوی 1 منهای 2x. خب اینه یه معادله حلش میکنیم، می نویسیم 5x کوچکتر مساوی 10. از اینجا x میشه کوچکتر مساوی 2. الان این مجموعه رو با این مجموعه اشتراک بدیم. خب دو تا عضو داره مجموعه پایینی از این مجموعه، یعنی دو تا عضو این مجموعه رو شامل میشه، مجموعه بالایی رو. خب یعنی اینکه اگه انتخاب کنیم دو عضو داره، دو عضوش رو شامل میشه، یعنی 2 از 12. یا اگه ساده کنیم که میشه 1 ششم احتمال داره جواب نامعادله باشه و جواب گزینه سوم هستش. خسته نباشید.